به نظرم یه 7-8 تایی ویدیو گرفتم، ویدیو بلند، ولی خب هیچ کدوم اونجوری که میخواستم نبودن یا ضبط نشدن و چه نور خوشگلی و مشکلات دیگه. میدونی من خیلی آدم خوششانسیم. بعد از اونجایی که خیلی آدم خوششانسیم یه سری ویدیو گرفتم، خواستم که براتون ولاگ کنم بذارم و به گشادیم غلبه کنم و نشد. واقعا این گوشی نمیدونم چرا هیچی رو ضبط نکرده بود و هیچی از اون شب نمونده، حتی عکس. ولی مسئله ای که هست من قرار نیست اینجوری‌ها کم بیارم. البته کم که میارم، دارم زر اضافی میزنم، ولی سعی خودم میکنم که بازم براتون ویدیو بذارم. یعنی ویدیوهای کوتاه که همیشه هست، ویدیو بلند منظورمه. چه اینجوری؟ راحت شدم. از اون جایی که خیلی خوش شانسم قاعدتاً احتمالاً باز ویدیوام یا پاک میشه یا صداشون بده یا هزار تا اتفاق دیگه. ولی چیز دیگه هست، من باید به این راه ادامه بدم دیگه. به هر حال الان 600 تا ساب دارم. این بخوام صادق باشم تا همینجا هم 1000 بار کم آوردم و گفتم که بابا لقش میگیم میخواد چی به من برسه یا هر چیز دیگه. ولی خب چیزی که هست، هر کار که بخوام بکنم مهم اینه که توش ادامه تداوم داشته باشم دیگه. پس سعی میکنم تو این راه هم تداوم داشته باشم. اگه بعدن چیزی نشدم نگم تلاشمو نکردم. من تلاش خودم میکنم. تویی که داری میبینی لطفا حمایتم کن و کامنت بذار و احتمالاً امشب یه ویدیو گرفته میشه. حالا یا فردا میذارم یا پس فردا یا سال دیگه. همین دیگه. مرسی که این ویدیو رو دیدی. 2-3 دقیقه از زندگیت حروم کردی. ساب کن، چیز کن، فلان کن. خدا